ویدیو شماره 2. درخواست پناهندگی. وقتی به ایتالیا رسیدی، مستقیما به پلیس مراجعه کرده و تقاضای پناهندگی کن. تشریح کن که از بازگشت به کشورت میترسی. میتوانی به کمک یک مدیاتوره به زبان خودت این کار را انجام دهی. مدیاتوره فردی است که زبان و یا زبانهایی را که میفهمی را ترجمه می کند. پلیس به حرفایت گوش کرده و تو را به اداره مهاجرت معرفی می نماید. از روزی که با پلیس صحبت کردی 8 روز فرصت داری تا به اداره مهاجرت که در کوئستورا قرار دارد مراجعه نمایی. کوئستورا یک شعبه پلیس است. اگر در مدت 8 روز به کوئستورا مراجعه نکنی به عنوان یک فرد غیرقانونی در ایتالیا شناخته می شوی. باید توضیح بدهی که چرا نتوانستی به دفتر پلیس مراجعه کنی. مثلا اگر مریض بودی یک سند مریضی را باید به دفتر پلیس بفرستی. اگر یک خانم هستی می توانی تقاضا کنی که یک پلیس خانم حضور داشته باشد. در کوئستورا پلیس فرم مدلو چیتره را پر می کند. فرم مدلو چیتره شامل نام خانوادگی، سن و ملیت تو است. فرم مدلو چیتره باید در طی 9 روز ابتدایی بعد از اینکه تو درخواست پناهندگی کردی پر شود. اگر کوئستورا تعداد زیادی درخواست پناهندگی دریافت کند، امکان دارد 10 روز دیگر در بر گیرد. پلیس از تو سوال می کند و ترجمان آن را ترجمه می کند. پلیس می خواهد درباره سفر تو و اینکه چگونه به ایتالیا رسیدی بداند و همچنین می خواهد بداند ازدواج کرده و یا فرزند داری، از چه نژادی هستی، دین تو چیست، به کدام حزب سیاسی تعلق داری، آیا مدرک شناسایی یا سفر داری، آیا تقاضای پناهندگی قبلا نموده ای. به صورت خلاصه تشریح کن که چرا تقاضای پناهندگی کرده ای. در هنگام مصاحبه با کمیسیون زمان بیشتری خواهی داشت تا دلایل خود را به تفصیل توضیح بدهی. وقتی می‌خواهی فرم مدلو چیتره را پر کنی، می‌توانی تصمیم بگیری که با کدام زبان با کمیسیون مصاحبه کنی. می‌توانی زبان مادری و یا زبانی را که بر آن مسلط هستی انتخاب کنی. زبانی را که در کوئستورا انتخاب می‌کنی، بعداً در کمیسیون هنگام مصاحبه توسط ترجمان ترجمه خواهد شد. وقتی که فرم مدلو چیتره تکمیل شد، مدیاتوره آن را دوباره می‌خواند. به یاد داشته باش که نام خانوادگی، تاریخ و محل تولدت را قبل از امضا درست چک کنی تا صحیح بوده و در تناقض نباشد. اگر مدارکی داری، بسیار مهم است که آن را به پلیس بدهی، به خاطر اینکه به تو کمک می‌کند تا ثابت کنی آنچه به پلیس گفته‌ای راست است. قبل از اینکه کوئستورا را ترک کنی، فراموش نکن که از مدارکت و از مدلو چیتره فتوکپی بگیری. در کوئستورا می توانی از پلیس دفترچه‌ای را دریافت کنی که در آن مراحل، حقوق و مسئولیت‌های تو را تشریح می کند. در این دفترچه می توانی لیست تماس با سازمان‌های حقوق پناهندگان را پیدا کنی. می توانی در صورت نیاز به کمک با آنها تماس بگیری. در این دفترچه همچنین می توانی در مورد اطلاعات قانونی و وکیل‌های موجود در مرکزهای پذیرش پناهجویان مطالعه کنی.
بنابر قانون تعیین شده این دفترچه به زبان‌های نوشته شده است که می‌توانی انتخاب کنی. اگر این امکان وجود ندارد تو حق داری این اطلاعات را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و یا عربی دریافت کنی. بنابر قوانین تعیین شده تو باید این اطلاعات را در طی 15 روز بعد از درخواست پناهندگیت دریافت کنی و می توانی این اطلاعات را در مرکز پذیرش جایی که زندگی می کنی از طریق یک مدیاتور و یا مترجم دریافت کنی. اگر قربانی یک جنایت سنگین مثل بدرفتاری در قبال انسانیت هستی، به عنوان مثال مورد تهدید یا آزار جسمی قبل و یا بعد از رسیدن به ایتالیا قرار گرفته ای و یا به زور و یا فریب مجبور به فحشاگری جنسی شده ای، در کار مورد سوء استفاده یا بردگی قرار گرفته ای، حق داخل شدن به یک برنامه حمایت اجتماعی خاص را داری. برای اطلاعات بیشتر به فایل صوتی 2 برنامه حمایت اجتماعی گوش کن. اگر با فرزندانت به ایتالیا برسی، تقاضای پناهندگی شامل آنها نیز می شود. در فرم مدلو چیتره ذکر می کنی که فرزندانت با تو به ایتالیا رسیدند و به صورت اتوماتیک تو برای فرزندانت نیز تقاضای پناهندگی می کنی. مراحل پناهندگی زمانی که اسناد مسافرت و هویت داشته باشی با وقتی که این اسناد را در اختیار نداشته باشی متفاوت است. اگر مدارک مذکور را داشته باشی، پلیس می خواهد بداند که تصمیم داری در کجا زندگی کنی. اگر خانه و یا شهر محل سکونت خود را تغییر دهی، باید به کوستورا اطلاع دهی. اگر اسناد داری اما خانه و پول نداری، می توانی تقاضای سرپناه برای خود و فرزندانت نمایی. پلیس به تو یک فرم برای امضا کردن می دهد که در آن واضح گردیده است که شما خانه و پول ندارید. در این صورت پرفتورا باید به تقاضای شما جواب دهد. پرفتورا اداره ای است که درباره فراهم کردن منزل برای شما تصمیم می گیرد. اگر امکان اسکان شما باشد، به سیستم پذیرش پناهجویان و آوارگان وارد می شوید که اسپرار نامیده می شود. اگر مدارک شناسایی و یا مدارک سفر نداری، مراحل تغییر می کند. بر اساس قانون باید به یک مرکز پذیرش پناهجویان یعنی کارا فرستاده شوی. پلیس باید به تو یک ورق بدهد که در آن آدرس مرکز پذیرش پناهجویان و دلایل فرستادن تو به آنجا نوشته شده است. این ورق به عنوان اقامت موقت تو می باشد، پس با دقت از آن نگهداری کن. اگر به عنوان یک فرد خطرناک شناخته شوی، به مرکز شناسایی و اخراج یعنی چیه فرستاده می شوی. چیه یک مرکز بازداشت و یا نظارتخانه است. بازداشت در چیه به این معنی است که آزاد نیستی تا آنجا را ترک کنی. برای معلومات بیشتر به فایل صوتی شماره 3 بازداشت گوش کن. اگر به چیه فرستاده شوی، پلیس باید به تو یک ورقه به نام اتستاتو نومیناتیو بدهد. این ورقه ذکر شده نه اجازه اقامت است و نه مدرک شناسایی. پلیس تمام نامه‌های رسمی را به آدرس جایی که در آنجا سکونت خواهی کرد به اسپرار، کارا و یا چیه میفرستد.